آقا سلام. همونطور که از روی تایمنل ویدیو دیدید من امروز اومدم یک نوع شلاقی بهتون یاد بدم. آقا این شلاقی بروکنی هست، تو اکثر ویدیوهاش رو کنم دیده باشید. خیلی هم شلاقی آسونی هست، توی کامنت ها گفته بودید همون یاد بده. منم برای همین اومدم که یاد بدم بهتون. آقا قضیه از این قراره که آقا چرا شما ساب نمی کنید و ما رو حمایت نمی کنید؟ یه حمایت مشتی بزنید بریم سراغ آموزش. این نمیمیره چرا؟ لعنت، اصلا یه عالمه شد دادمش. بریم سراغ آموزش. خب آقا بریم سراغ آموزش شلاقی. آقا اول میزنید روی اسنوبوردتون. همین که زدید روی اسنوبوردتون دکمه جامپ اسنوبورد رو میزنید، بعد تا نصفه میرید ولش میکنید، یعنی از اسنوبورد پیاده میشید و دوبار میزنید سر نایف و بعدش گانو دستتون میگیرید و میپرید. به همین سادگی. خب بچه‌ها اینم از شلاقیمون بود و همین سادگی تموم میشه، میره دیگه، نیازی نیست کار دیگه ای بکنید. یه چند بار امتحان کنید میتونید شلاقی رو بزنید. آقا من یه سری توضیح دیگه هم میخواستم بهتون بدم. آقا من کانالم آنچنان کانالی نیست که ویواش زیاد باشه. مثلا من بعضی از دوستام یه ویدیو بلند میذارن، خیلی بازی میخوره و خیلی حمایت میشه، ولی من آنچنان حمایتی نمیشم و خیلی هم ویدیو میذارم واسه چنل. برای همین لطفا حمایت کنید و چنل منو سابسکرایب کنید و دکمه لایک هم بزنید. خداحافظ. این آخرین گیم پلی هم نیست، آخرای ویدیو منظورم اینه. خداحافظ.